سلام علیکم بچه‌ها، کلی به این ویدیو خوش اومدین. اسمم محمد حسینه و قراره تو این ویدیو آموزش بهتون بدم که چطوری میتونید توی وی چت اکانتتون رو بسازین و وریفایش بکنین و به راحتی وارد بازی بشین، لاگین بکنین و حالا به قول این کاراکتر مارکوس رو بردارین و باهاش بازی بکنین و عشق کنین. کلا شما به 3 تا دسته تقسیم میشین. دسته‌ای که شما فیلترشکن ترکیه دارین و به راحتی میتونین برای خودتون اکانت رو بسازین که شما کارتون جداه و داستان سختی براتون پیش نمیاد. و حالا در ادامه توضیح میدم دقیقاً بعد چیکار بکنین بعد اینکه با سرور ترکیه اکانت رو ساختین. و دسته دوم کسایی که استیم دارن و در واقع تو پی سی میخوان بازی بکنن، این هم کارشون آسونه که باز اونم توضیح میدم در آینده. و دسته سوم کسایی که حالا میخوان تو اندروید یا هدست متا کوست یا حالا وی آر بازی بکنن داستانو، و باز اونم در آینده توضیح میدیم. اول از همه بریم سراغ کسایی که سرور ترکیه دارن. برای این کار شما لازمه وارد سایت وی آر چت بشین با همون سرور ترکیه و مشخصات لازمه رو وارد بکنین و بعدش حالا اون اینکه بات نیستین هم بزنین و تشخیص بده شما انسانین. و اینو بگم که مثلا 90% آدما تو هم قسمت مثلا تشخیص دادن انسانه میمونن، بخاطر اینکه میفهمه شما دارین از فیلترشکن استفاده میکنین. برای همین نیازه که شما حتما از سرور ترکیه استفاده بکنین، چون حالا من برای دلایلی ترکیه مثلا نزدیک ایران یا هر چیزی از نظر آی پی منظورمه و هر چیزی نمیدونم این اکانت خلاصه ساخته میشه. و خب اگر این مرحله رو بتونین رد بکنین دیگه کارتون آسونه. بعد وقتی که شما اکانت رو با ترکیه ساختین میتونین از اون به بعد توی بازی با همون سرور ترکیه لاگین بکنین. خب حالا یه مسئله وجود داره، شاید خیلیاتون مثلا با سرور ترکیه بسازین اکانت رو، خب ولی نخواین لزوما با ترکیه وارد بازی بشین. اینجایی که شما وارد بازی بشین و با یه سرور دیگه با یه لوکیشن دیگه وارد بشین. مثلا سرور آمریکا مثلا وارد وی آر چت میشین و بهتون یک همچین پیام میده. حالا بریم پیام رو ببینیم. خب الان به مثلا من با لوکیشن آمریکا الان وارد گیم میشم و باید سرورم حتما آمریکا باشه. مثلا من میخوام با یه سرور دیگه مثلا میگم چه میدونم مثلا آلمان تست بکنم. حالا بذار آلمان دیگه بردارم، مثلا با این آلمان تست بکنم و وقتی بازی رو وارد میشم توش بذاریم وارد بشه. خب من اکانتم قبلا ساختم و دوباره هم مشخصاتی که نیازه رو بهش میدم. اول از همه اسمم و آیدی اکانتمو میزنم و بعدش هم رمزشو میزنم. خب این الان همونطور که میبینی نوشته تو نمیتونی لاگین بکنی. چرا؟ حالا به خاطر اینکه از یک جای دیگه داری وارد گیم میشی و در واقع لوکیشن تغییر کرده. الان این چیکار میکنه؟ میگه آقا نکن ایمیل رو چک بکن، یک ایمیل از وی آر چت داری و اونجا به قولی باید بری دوباره لوکیشن جدید رو بدی. همونطور که دیدین من از الان آلمان وارد شدم، سر همین داره الان میگه از یه جای دیگه وارد شدی. حالا الان باید چیکار بکنم؟ من الان اگه برم تو جیمیل هم یک جیمیل برام ارسال شده، پیام از جیمیل برام ارسال شده که شما باید با اون فیلترشکنی که میخواین وارد بازی بشین با اون لوکیشنش وارد اون جیمیلتون بشین و اون کاری که میگه وریفای ساده است انجام میدید و لوکیشنتون تغییر پیدا میکنه. خب نگاه کن الان من دوباره وصل میشم به لوکیشن آمریکای خودم و دوباره وارد گیم میشم. خب دوباره همون حرکات رو پیش میبرم. اینم راستی آیدی منه، اگر خواستین میتونیم به مطفرین بدین بعدا بریم بازی کنیم. و رمزش هم میزنم و چک بکنم درسته. آره خب همونطور که میبینید الان داره وارد من آدم میشه و دیگه اون ارور رو نمیده بهم به خاطر اینکه لوکیشن درستی وارد گیم شدم. و اوکی بذاریم وارد گیم بشه. خب کانکتینگ هم که داره رد میکنه و الان باید جوینینگ و بعدش خب سلام، من الان وارد گیم شدم. خب آقا همونطور که دیدین یه پیام این شکلی بهتون میده که شما میگه که شما نمیتونین با این لوکیشن وارد بشین و باید حتما لوکیشن رو عوض کنین، که شما کافیه فقط به این وارد جیمیلتون بشین و در واقع جیمیلی براتون ارسال کرده که تو این جیمیل شما باید با اون فیلترشکنی که میخواین ازش وارد بازی بشین وارد اون جیمیل بشین و وریفایش رو انجام بدین و در واقع تو این باز زمانی در واقع لوکیشن شما به مثلا اونجایی که وصل شدین میره و از بعد میشین با هم سرور آمریکا وارد بازی بشین.
این تا اینجا. پس اگر شما فلشگر سرور ترکیه داشتین میتونین اکانت رو بسازین و باهاش لاگین بکنین و زیاد دردسری نداره. یه نکته رو بگم، هر گونه مشکل براتون پیش اومد، حالا چه در ساخت اکانت چه در لاگینش، میتونید در گروه تلگرامی ما عضو بشین و اونجا چند نفر هستن کمکتون میکنم. مخصوصا خودم هم براتون اکانت میسازم و این کاراشو انجام میدم. خب بریم سراغ دسته دوم، کسایی که میخوان از طریق استیم یا در واقع لپتاپ و پی سی شون وارد بازی بشن و اکانتشون رو بسازن. شما باید اول اصلا فلشگرتون رو وصل بکنی و سرورش خیلی مهم نیستش و وارد بازی بشین. فقط این بار به جای اینکه از طریق خود وی آر چت اکانتش رو بسازون لاگین بکنین، باید از طریق استیم این کارو انجام بدین. در واقع لاگینتون از طریق استیم انجام بشه و وقتی وارد بازی شدین باید دفعه بعدی هم حتما از همون لوکیشنی که استفاده کردین وارد بازی بشین. نکته خیلی خاص دیگه وجود نداره در این باره. بریم سراغ دسته سوم. آقا دسته سوم کسایی که با گوشی میان یا با هدست متاکورس همین که رو سر منه میان. کار شما اصولا یه کوچولو سخت‌تره نسبت بقیه. خب و ما با فرض برای میگیم که شما سرور ترکیه هم ندارین، لوکیشن ترکیه ندارین و نمیتونین اکانت رو خودتون بسازین. در این موقعیت شما لازمه که وارد گروه تلگرامی ما بشین و ما اونجا هم خودم و هم ادمینا میتونن براتون اکانت وی آر چت بسازن. شاید بگین اوکی تو اصلا چجوری میتونی بسازی؟ در جواب بگم که اوکی من یه سرور مخصوص وی آر چت دارم که راحت میتونم باهاش براتون اکانت رو بسازم و به باب این کار هزینه هم نمیگیرم. شما میگم کافیه بیاین وارد گروه تلگرامی ما بشین و در اولین فرصت براتون اکانتتون ساخته میشه و بهتون آموزش داده میشه که چطوری میتونین وارد اکانتتون بشین. و مراحل ساخت اکانت هم دقیقاً به همین صورت. بذارید کنار، من براتون اکانت رو میسازم و شما میریم و وریفایش انجام میدین و حالا مشخصات لازمه مثل دیسپلی نیم و نمیدونم رمز و یک جیمیل و یک تاریخ تولدتون به میلادی برای من ارسال میکنین و من براتون اکانت رو میسازم و همونطور که گفتم نیازی نیست من هزینه پرداخت بکنین. فقط کافیه حالا کانال من رو سابسکرایب بکنین و حالا اگه تونستین کامنتی لایک چیزی هم بذارین و در ادامه فقط کافیه که برین وارد جیمیلتون بشین، یه پیام براتون ارسال میشه. وقتی اکانت براتون ساختم شما اون وریفایش رو انجام میدین و بعدش من اکانتتون ساخته، یعنی اکانتتون من کاملا میسازم براتون، ساخته میشه و درست میشه. و در مرحله بعدی وقتی وریفای انجام دادین باید حواستون باشه که این وریفای رو به قولی با اون فلشگری که میخوان وارد بازی بشین وریفای بکنین. که حالا توضیحات تکمیل و کاملش رو توی گروه براتون میذارم و گذاشتم در واقع هستن. و اینم بگم که هر روز نزدیک حداقل 5-6 نفر من هم اکانت براشون میسازم. از وقتی این مارکوس خان مشهور شدش همه دارن میان سمت وی آر چت و کامیونیته ایرانی وی آر چت خیلی داره زیاد میشه و خب گفتم چه واسه از بهتر که من در مورد این وی آر چت این داستانا ویدیو بسازم. اوکی، حرف نکته خاصی دیگه نمیمونه فکر کنم، همه چی توضیح دادم. لینک گروه تلگراممون حتما بیاین جوین بشین. اگر توش موندین و سوالی براتون پیش اومد اونجا میتونیم حلش بکنیم و همین دیگه. راستی حتما یادتون باشه سابسکرایب رو بزنین. کلی دمتون گرمه. اوکی فکر کنم حرف دیگه نمیمونه. راستی من در آینده قراره یک ویدیو در مورد همین کاراکتری که الان برداشتم و که برداشتم بسازم، همین مارکوس که خیلی ترند شده همه جا، و بهتون بگم چجوری میتونین کاراکتر رو بردارین. این کاراکتر اصلیش نیستش و یک کاراکتر مثل اونه. یک سری دنسای خاصم داره که اگه من براتون بزنم یا خدا کور شدم. آره یه حالت اینجوری پیدا میکنید اصلا داره چه اتفاقی الان میفته واسه برش دارم. و اینجا هم یک سری چیز بیز داره اضافه شده. آره پرنده شدم من بس. آره خلاصه داستان اینجوریه. فکر نکنم دیگه چیز مهمی وجود داشته باشه که بخوام بهتون توضیح بدم. بازم میگم به گروه تلگرامی حتما سر بزنید، اونجا کاملا کمکتون میکنم. بعد ادمینام هستم تا کمکتون بکنن دیگه. خلاصه از این قراره. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. کلی دمتون گرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.